با درود و احترام برگشتیم با لیگ قهرمانان آسیا. استقلال المحرق. استقلال فقط به برد نیاز داره تا صعود بکنه. با امید برد استقلال بریم ببینیم نتیجه بازی چند میشه. تا بعد. آفرین برو چه پاسی، اولش گلاسو، گل خوب بازی میکردیم و دستمون بود واقعا شکل بازی. استقلال ایران 1 المحرق بحرین 0 و گلی داده است که اون دروازه رو تونسته باز بکنه. المحرق رو تو ورزشگاهشون ساکت کنید. اینجا کلی هم خوند که باید فقط تو زمین آدم حرفشو بزنه. بچه‌ها مواظب باشید، دامت گرم آدم توپو برگردون، صورت برگشتون به گوشه های زمین حالا دور کرد توپو. راستم بچه‌ها مواظب باشید. فرصت دارم یه شوت زنی و ضربه خطرناکه. رودریگز در چارچوب نبود. ساله به خوبی رد شد، داور خطا رو گرفته بود ولی دیگه آسانی نباید این رو درگیر میشد. از راه میرسه اونجا. ایول نازون بزن، گل زد نازون، اولین گلش رو میزنه داکر نازون. 2-0 میکنه. استقلال ایران 2 المحرق بحرین 0. ایول راحت میشه. استقلال نشون داد تو سخت‌ترین روزاشم صعود میکنه. راحت ببره. این استقلال کم دویدی نازون ولی گل زدی، قول داده بودی تو این استاد. آفرین چه بغل پایی، ایول با هم میبینید چقدر خوب دوردوی چه فریب داد. خیلی خوب آرامش رو داد. حالا بازی 2-0 شد. تمومه. المحرق بای بای. عالی، بریم ستایشون کنیم. بریم ستایشون کنیم. بریم ستایشون کنیم. چه گلی، چه گل پسری یاسر آسانی، چه گلی میزنه، سبک یامال میزنه، چه کوتی گرفت تو. بابا دمت گرم، تیر خلاص بر پیکر المحرق توسط یاسر آسانی، مرد با تعصب استقلال. تعصب تو کشیدم، چجوری زدی تو سینه طرف این بازی. دمت گرم. زیبا کاتدار و فنی به گوشه دروازه فرستاد توپو. خیلی ممنونم که ما رو دنبال کردید. بردی مقتدرانه و سودی شیرین برای استقلال. تبریک به تمام طرفداران استقلال و همچنین تراکتوریا و سپاهانی‌های عزیز. پرسپولیس توشون نمیبینم. جام رمضان منتظر پرسپولیس هستیم. تا ویدیوهای بعد، بدرود.